فرزند پنجم، نوشته دوریس لسینگ، ترجمه مهدی قبرایی. قسمت 4. طولی نکشید که 1 ماه تمام نشده دردها شروع شد. دردش که شروع می شد زایمانش همیشه سریع بود. دوروتی به دیوید در لندن زنگ زد و فوراً هریت را به بیمارستان برد. هریت برای اولین بار اصرار کرد که او را به بیمارستان ببرند و همه را به تعجب انداخت. به آنجا که رسیدند دردهای شدید پیچیده ای او را در بر گرفت که می‌دانست بدتر از همیشه است. به نظر می رسید که نوزاد راهش را با جنگ و ستیز می گشاید. کبود شده بود. می دانست در درونش کبودی سیاه بزرگی بود و هیچ وقت کسی از آن خبردار نمی شد. وقتی آن لحظه رسید که به او بی‌حسی به دهن داد زد: شکر خدایا، شکر، بالاخره تمام شد. شنید که پرستاری می گوید: این یکی واقعا شبیه یک غول بچه است. نگاهش کن. بعد صدای زنی می گفت: خانم لاوت، حواست هست؟ برگرد پیش ما. شوهرت اینجاست. عزیز، پسر سالمی زاییدی. دکتر برت گفت: یک کشتیگیر کوچولوی واقعی بیرون که آمد با همه دنیا دعوا داشت. هریت با دشواری کمر راست کرد چون نمیتوانست بدنش را تکان دهد. نوزاد را در بغلش گذاشتند. بچه 5 کیلویی. بچه‌های دیگرش 3.5 کیلو بیشتر نبودند. تن نوزاد عضلانی، زرد و دراز بود. پاهایش را طوری به پهلوی مادر فشار میداد که انگار میخواست سر پا بایستد. دیوید گفت: پسر کوچولوی مضحکی است. و لحنش طنین دلمردگی داشت. بچه خوش قیافه‌ای نبود، اصلا شبیه بچه ها نبود. شانه های پهنی داشت و انگار قوزی بود، مثل اینکه در حال دراز کشیدن قوز کرده باشد. پیشانیش از ابروها تا فرق سر شیب داشت. موهایش به طرزی غیر عادی از 2 فرق سرش رویده بود. دستهایش کلفت و سنگین بود و کف دستهایش بالشتک‌های عضلانی داشت. چشمها را وا کرد و یک روز توی صورت مادرش زل زد. چشمایش خیره و سبز و زرد بود، مثل 2 تکه صابون. هریت منتظر بود که با این موجود نگاه‌هایی رد و بدل کند. مطمئن بود که او برای آزارش آمده است، اما نشانی از آن نیافت و قلبش از ترحم نسبت به او فشرده شد. بیچاره جانوری کوچولو که مادرش این همه از او نفرت دارد. اما صدای خود را شنید که میگوید: خدایا، این دیو بچه است یا جن بوداده؟ هرچند سعی کرد بخندد و برای آشتی بغلش کرد، اما تن نوزاد سفت و سنگین بود. دکتر برت که کفری شده بود گفت: بس کن هریت. و هریت با خود گفت: تا حالا 4 دفعه با این دکتر برت گفتی از درد خلاص شده، اما همیشه معرکی بوده. اما این دفعه دارد مثل مدیرهای مدرسه رفتار میکند. سینه اش را در آورد و نوکش را به طرف بچه برد. پرستارها، دکتر، مادرش و شوهرش تماشا میکردند با لبخندهایی که در چنین لحظه خواهرناخواه به لب میآید. اما فضای شادمانی نبود که نوبری از راه رسیده باشد و به افتخارش شامپانی باز کنند. برعکس، همه دستخوش تنش و دلواپسی بودند. واکنش نوزاد مکشی قوی بود و بعد لثه های سخت به نوک پستانش چسبید و او چندشش شد. بچه نگاهش کرد و سفت و سخت مک زد. هریت گفت: خب،
سعی کرد بخندد و او را از خود جدا کرد. پرستار گفت یک کمی دیگر امتحانش کن. بچه گریه نمی کرد. هریت پسش زد و نگاه تندی به چشم پرستار انداخت تا بچه را بگیرد. پرستار که ناراضی لب ورچیده بود بچه را گرفت و او را بی آنکه اعتراضی بکند در تختش گذاشت. از وقت تولد هم غیر از اولین غرش اعتراض یا شاید تعجب تا این لحظه گریه نکرده بود. 4 بچه دیگر را تو آوردند تا برادرشان را در بخش زایمان ببینند. 2 زن دیگر را که شریک اتاق هریت بودند از آنجا با نوزادهایشان به اتاق عمومی منتقل کردند. هریت نخواست از تخت درآید. به پزشک‌ها و پرستاران گفت به او وقت بدهند تا کوفتگی‌های درونش بهتر شود. این درخواست را کم و بیش جسورانه، بی‌پروا و بی‌اعتنا به نگاه‌های خردگیرانشان کرد. دیوید یک سر تخت ایستاده بود و پل کوچولو را در بغل داشت. هریت آرزو داشت این بچه کوچک را بغل کند که از او به این زودی جدا شده بود. طرز نگاهش را، صورت نرم موسیقی کوچکش را با آن چشمهای آبی ملایم دوست داشت. یک بچه واقعی، یک کوچولوی واقعی. 3 بچه بزرگتر به نور رسیده که اینقدر با آنها فرق داشت نگاه می کردند. به نظر هریت چنین می رسید که از قماشی متفاوت است. علتش این بود که از یک سو هنوز به نگاه او با خاطره متفاوت بودنش در رحم خود پاسخ میداد و از سوی دیگر سنگینی، زردی و زمختیش او را می آزرد. بعد هم کله عجیبش بود که از خط ابروها به عقب شیب بر می داشت. هریت گفت اسمش رو می گذاریم بن. دیوید گفت راستی؟ آره بهش می خورد. لوک از یک طرف، هلن از طرف دیگر دستهای کوچک بن را گرفتند و گفتند سلام بن. اما نوزاد نگاهشان نکرد. جین بچه 4 ساله یکی از پاهایش را در یک دست و بعد در 2 دست گرفت، اما او به شدت لگد زد و پسش راند. هریت بی اختیار به این فکر میکرد نمیدانم مادری که به این غریبه خوش آمد بگوید چطور به نظر میرسد. 1 هفته در بستر ماند، یعنی تا وقتی که حس کرد میتواند با مبارزه‌ای که در پیش دارد رویارویی کند و بعد با نوزاد به خانه رفت. آن شب در اتاق خوابشان هریت چند بالش پشت سرش گذاشته بود و به بچه شیر میداد. دیوید تماشا میکرد. بن چنان با قوت مکید که شیر سینه اول کمتر از 1 دقیقه تمام شد. همیشه وقتی به خالی شدن یک سینه می رسید لثه ها را به هم می سایید. بنابراین هریت ناچار پیش از شروع این کار پسش می زد. به نظر می رسید که او به نامهربانی بچه را از سینه محروم می کند و می شنید که با این کار آهنگ نفس کشیدن دیوید تغییر می کند. بن از خشم می قرید و مثل زالویی به سینه دیگر می چسبید و چنان سخت مک می زد که هریت حس می کرد حالاست که تمام سینه در گلویش محو شود. می گذاشت نوک پستان را بمکد. او لثه ها را چنان سخت به هم می سایید که هریت از درد فریاد می کشید و از خود دورش می کرد. دیوید گفت بچه خارق العاده است و آن پشتیبانی را که هریت می‌خواست نثارش کرد. آره درست است. ابداً عادی نیست. اما عیب و علتی ندارد. فقط هریت به تلخی گفت یک بچه سالم عادی. حرفهای بیمارستان را تکرار کرد. دیوید ساکت بود. این خشم، این تلخکامی او بود که از پسش بر نمی آمد. هریت بچه را 2 دستی بالا برد. بچه دست و پا زد و تقلا کرد، به طرز خاص خودش گریه کرد که به قرش یا نره میمانست و در عین حال از عصبانیت زرد و سفید شد، نه سرخ مثل بچه های بدعنق عادی.
وقتی نگاهش داشت تا باد در کند، انگار بچه در دستش ایستاده بود. از ترس احساس ضعف به هریت دست داد، چون فکر کرد این نیرو تا این اواخر در درونش بوده و او را در اسارت خود داشته است. ماها جنگیده تا رها شود، درست مثل حالا که در جنگش می جنگد تا مستقل شود. وقتی بچه را در تخت خود گذاشت، کاری که همیشه از انجام دادنش خوشحال می شد، چون دستهایش بدجوری درد می گرفت. بچه از خشم نعره زد، اما زود ساکت شد. نه اینکه خوابیده باشد، بلکه هوشیار بود و چشمهایش خیره و تمام تنش با نیروی تحرک قوی پاشنه‌ها و سرش در پیچ و تابی که برای هریت آشنا بود، به فکر افتاد که وقتی می‌خواسته از او جدا شود، درست با همین حرکات اندام درونی او را دریده است. به بستر کنار دیوید برگشت. دیوید بازویش را پیش آورد تا او سر بر رویش بگذارد، اما هریت احساس خیانت و نادرستی کرد، چون دیوید از افکار او خوشش نمی آمد. طولی نکشید که از شیر دادن به بن خسته شد. نه اینکه بچه رشد نکرد، کرد. 1 ماهی که شد، 1 کیلوی دیگر به وزنش اضافه شد که البته اگر مطابق میلش می بود، سر 1 هفته اینقدر وزن اضافه می کرد. سینه های هریت دردناک بود. سینه های او که بیش از حد شیر می ساخت، پیش از اینکه نوبت شیر دادن بعدی بشود، به صورت 2 گوی بزرگ متورم سفید در می آمد. اما بن بیدرنگ برای مکیدن آن می قرید و او شیرش می داد و بن ظرف 2-3 دقیقه تا آخرین قطره اش را می مکید. هریت حس می کرد شیر به صورت جریانی از او کشیده می شود. حالا بن کار تازه‌ای را شروع کرده بود. در طول شیر خوردن چندین بار مکیدن شدید را قطع می کرد و با قوت و شدت لثه ها را به هم می سایید، به طوری که هریت از درد فریاد می زد. به نظر هریت می رسید که در چشمهای ریز سرد او بدجنسی موج می زند. به دوروتی گفت: میخواهم به شیر خشک بدهم. به نظر هریت می رسید که او هم با همان نگاه همه این جنگ را تماشا می کند. کاملا ساکت، گوش به زنگ، مجذوب و حتی افسون شده بود، اما در نگاهش نفرت هم خوانده می شد. هریت انتظار داشت مادرش اعتراض کند و بگوید ولی او فقط 5 هفته دارد. اما چیزی که دوروتی گفت این بود: آره، باید همین کار رو بکنی وگرنه مریض میشوی. کمی بعد با تماشای قررش، پیچ و تاب خوردن و جنگیدن بن گفت: چیزی نمانده که همه برای تعطیلات تابستانی بیایند. با لحن تازه‌ای حرف میزد، انگار به آنچه گفته گوش میدهد و از آنچه ممکن است بگوید میترسد. هریت این نکته را تشخیص داد، چون اصلا طرز گفتنش همین بود، چون کسانی که افکارشان به سمت و سوهایی می رود که نمیخواهند دیگران از آن سر درآورند چنین میکنند. در همان روز دوروتی وارد اتاق خواب شد و دید هریت بچه را از سینه‌ای که همه نوکش کبود شده دور میکند. گفت: بکن، همین حالا. من بطری شیر خریدم. همین حالا بطری ها رو ضد عفونی میکنم. دیوید گفت: آره، از شیر بگیرش. فوراً موافقت کرد، اما او به 4 تای دیگر ماها شیر داده بود و کمتر بطری شیر در خانه پیدا می شد. بزرگترها هریت و دیوید، دوروتی و آلیس دور میز بزرگ بودند. بچه‌ها در بالا به بستر رفته بودند و هریت شیر دادن با بطری را به بن امتحان کرد. بطری در چشم به هم زدنی خالی شد. در همان حال تن بچه منقبض و منبسط می شد و زانوهایش چون فنری به سوی شکمش می رفت و باز می شد. با خالی شدن بطری قرید. دوروتی گفت: 1 بطری دیگر بده.
و بطری دیگری شیر آماده کرد. آلیس کوشید با لحن گرمی بگوید عجب اشتهایی دارد، اما پیدا بود ترس برش داشته. بن بطری دوم را هم خالی کرد. خودش با 2 دست مشت شده بطری را نگه داشته بود. چندان لازم نشد هریت به بطری دست بزند. هریت گفت بچه نئاندرتال. دیوید ناراحت گفت بس کن طفلک بیچاره. هریت گفت خداوندا دیوید، هریت بیچاره بیشتر به این وصف میخورد. باشد ژنها این دفعه چیز خاصی با خودشان آوردند. هریت گفت ولی چی؟ نکته اینجاست. چی هست؟ 3 نفر دیگر حرفی نزدند، یا بهتر با سکوت خود گفتند ترجیح می‌دهند با تبعات آن روبرو نشوند. هریت گفت باشد، بگذار بگوییم اشتهای سالمی دارد اگر این همه را خوشحال می‌کند. دوروتی موجود جنگجو را از هریت که خسته و کوفته روی صندلی وا رفته بود گرفت. همین که دوروتی وزنه غر بچه و سرسختی او را حس کرد، صورتش در هم رفت و طوری جابجا شد که پاهای لگد پرانش به او نرسد. طولی نکشید که 2 برابر مقدار روزانه خوراک بچه همسن و سال بن را به او دادند. روزی 10-12 بطری شیر. بعد عفونت شیری گرفت و هریت او را پیش دکتر برت برد. دکتر گفت بچه‌ای که از پستان مادر شیر بخورد عفونت نمیگیرد. او نمیخورد. از تو بعید است هریت. چند ماهش شده؟ هریت گفت 2 ماه. یقه پیراهنش را باز کرد و سینه‌هایش را نشان داد که هنوز پرشیر بود. انگار می‌خواست به اشتهای سیری ناپذیر بن پاسخ بدهد. دور نوکشان تماماً کبود و خون مرده بود. دکتر برت ساکت به آن سینه‌های بدبیار نگاه کرد و هریت به او زل زد. چهره موقر دلسوز پزشکوارش با مشکلی ورای تجربه‌اش روبرو شده بود. آخرش تن در داد و گفت بچه تخس، و هریت از تعجب خنده بلندی سر داد. دکتر برت سرخ شد. دم زودگذری با او چشم در چشم شد تا بگوید سرزنشش را دریافته و بعد رو برگرداند. هریت گفت من فقط 1 نسخه برای اسهال میخواهم. بعد به او زل زد و دلش میخواست او هم نگاهش کند و سنجیده اضافه کرد آخر من که نمیخواهم این جانور کوچولوی زشت را بکشم. دکتر آهی کشید. عینکش را برداشت و آهسته پاکش کرد. اخم کرده بود اما نه از بابت نارضایتی از او. گفت نفرت از بچه چندان غیر عادی نیست. مدام از این چیزها میبینم بدبختانه. هریت چیزی نگفت اما لبخند ناخوشایندی زد و خودش از آن خبر داشت. بگذار نگاهی بهش بکنم. هریت بن را از کالسکه‌اش درآورد و روی میز گذاشت. بن فوراً روی شکم غلط زد و سعی کرد روی 4 دست و پا بلند شود. پیش از آن که بیفتد عملاً لحظه‌ای موفق شد. هریت به دکتر برت زل زد اما او به طرف میز رو گردانده بود و داشت نسخه می‌نوشت. با همان لحن سردرگم و رنجیده‌ای که همه پس از دیدن بن داشتند گفت پیداست که هیچ مشکل خاصی ندارد. هریت پافشاری کرد تا حالا 1 بچه 2 ماه دیده اید که این کار رو بکند؟ نه، باید قبول کنم که نه. خب بگذار ببینم چطور می شود با آن کنار بیایی. خبر در خانواده دهان به دهان گشت که نورسیده با موفقیت به دنیا آمده و همه چیز رو به راه است. یعنی که هریت مشکلی نداشت. خیلی ها نامه نوشتند و تلفن کردند که چشم انتظار تعطیلات تابستانی هستند. گفتند مشتاقیم نورسیده را ببینیم. گفتند پل کوچولو هنوز مثل سابق با مزه است.
با شراب و تحفه‌های تابستانی از همه جای کشور از راه رسیدند و همه جور آدمی همراه آلیس و دوروتی به آب میوه گرفتن و مربا درست کردن و ترشی انداختن سرگرم شدند. جمعی از بچه‌ها در باغ بازی می‌کردند یا برای گردش دست جمعی به جنگل رفته بودند. پل کوچولو بچه بغلی بامزه همیشه توی بغلی یکی بود و قشقش خنده‌اش همه جا شنیده میشد. این سرشت واقعی او بود که بن و خواستهایش بر آن سایه انداخته بود. چون خانه خیلی پر بود، بچه‌های بزرگتر را در یک اتاق جا داده بودند. بن در تختی بود که دو طرفش نرده‌های چوبی بلند داشت و او بیشتر وقتها به آنها چنگ می‌زد و به حال نشسته در می‌آمد. می‌افتاد، می‌غلتید و خود را بالا می‌کشید. تخت او را در اتاق بچه‌های بزرگتر گذاشته بودند به امید اینکه بن در کنار بچه‌های خانواده اجتماعی و دوستخو شود. اما این کار موفقیت آمیز نبود. او نادیدشان گرفت. به پیش قدم شدنشان پاسخ نداد و فریادش، یا بهتر بگوییم نعره‌اش، لوک را وامی داشت سرش داد بزند. خفه شو! اما بعد از بیمهری خودش بغضش بترکد. هلن در سنی که بتواند از بچه‌ای مراقبت کند کوشید بغلش کند، اما بن خیلی قوی بود. بعد همه بچه‌های بزرگ خانه را زیر شیروانی فرستادند تا در آنجا بتواند هرچه دلشان خواست شلوغ کنند و بن را به اتاق خودش برگردانند. اتاق نوزاد. از آنجا خورخور و فین و قررش را میشنیدند. سعی میکرد سر پا بایستد و شکست میخورد و میافتاد. هر کس دلش میخواست نورسیده را بغل کند او را میدادند دستش، اما دیدن تغییر حالت چهرهشان در روبرو شدن با این پدیده دردناک بود. آنها فوراً بن را پس میدادند. هریت یک روز به آشپزخانه رسید و شنید خواهرش سارا به یکی از دختر عموها میگوید: از این بن تنم مور می شود. به جن، کتوله یا همچو چیزهایی می ماند. من که ترجیح میدم هر روز عمی بیچاره رو بغل کنم. این حرف وجود هریت را از ترحم آکند. بیچاره بن که هیچ کس دوستش ندارد. خودش که اصلا نمیتوانست و دیوید پدر خوب کمتر به او دست زده بود. بن را از تختش که شبیه قفس بود برداشت و روی تخت بزرگ گذاشت و کنارش نشست. او را نوازش کرد و زمزمه کرد: بیچاره بن، بیچاره بن. بچه با هر دو دست به پیراهن او چنگ زد. خود را به طرف بالا کشید و روی ران او ایستاد. پاهای سخت کوچک هریت را آزار میداد. کوشید بغلش کند، بچه را قانع کند که با مادر نرمتر باشد. طولی نکشید که از تلاش منصرف شد و او را به تخت یا قفسش برگرداند. قررشی از ناکامی از اینکه او را به تختش برگردانده بود شنیده شد و هریه دستها را به سویش پیش برد. بیچاره بن، بیچاره بن. و بن دستهای او را گرفت و خود را بالا کشید و ایستاد و از پیروزی قرید و خورخور کرد. 4 ماهه بود و به دیو بچه خشمگین دشمنخویی میمانست. خود را اینطور قانع میکرد که هر روز وقتی بچه‌های دیگر سر راه نبودند سراغش برود و همانطور که با بچه‌های دیگر رفتار کرده بود مدتی او را برای ناز و نوازش و بازی روی تخت بزرگ بیاورد. اما هرگز حتی یک بار هم این بچه حرکت محبت آمیزی نکرد، بلکه مقاومت کرد، تقلا کرد و جنگید. بعد سرگرداند و آرواره هایش را روی انگشت او بست. نه مثل هر بچه معمولی که موقع مکیدن شیرگاز میگیرد و درد ناشی از گزش آن تسکین می‌یابد یا امکانات دهان و زبان خود را کشف می‌کند. هریت حس کرد استخوان انگشتش خم شده است و پوزخند سرد پیروزمندانه او را دید. صدایش بی اختیار بلند شد: نمیتوانی مرا به این جاها بکشانی، نمیگذارم.
اما مدتی کوشید تا او را به بچه‌ای عادی تبدیل کند. بن را به اتاق نشیمن بزرگ برد که همه افراد خانواده آنجا بودند و همانجا در تخت بازیش گذاشت تا حضورش روی همه تأثیر گذاشت و آنها را فراری داد. یا بغلش میکرد و با او پشت میز مینشست، همان کاری که با بچه‌های دیگر کرده بود، اما نمیتوانست نگاهش دارد. خیلی قوی بود. با این همه به رغم وجود بن، تعطیلات تابستانی معرکه بود. باز هم تعطیلات 2 ماه طول کشید. باز هم پدر دیوید که مدتی کوتاه آمده بود چکی برایش نوشت که بدون آن نمیتوانستند از پس مخارج برآیند. جیمز گفت: این خانه مثل این است که در میان یک پودینگ میوه گنده کوفتی باشی. خدا میداند چطور از پسش برمیایید. اما بعدها که هریت به این تعطیلات فکر کرد، آنچه یادش ماند این بود که چطور همه به بن نگاه می‌کردند. نگاه خیره طولانی، غرق فکر، مبهوت و حتی نگرانی بود. اما بعد وحشت پیدایش می‌شد، هرچند همه سعی در پنهان داشتنش می‌کردند. نفرت هم بود. هریت هم بیش از پیش همین احساس را داشت. طولی نکشید که بن را در اتاق خودش دور از همه نگه داشت. انگار برای بچه مهم نبود. حتی متوجهش نشد. مشکل بود بشود فهمید بچه چطور به دیگران فکر میکند. شبی هریت بیش از خواب سر روی بازوی دیوید گذاشت و مثل سابق از وقایع روز حرف زد و پس از یک رشته فکر درباره تابستان گفت: میدانی خانه به درد چی میخورد؟ مردم برای چی میآیند اینجا؟ برای تفریح، همین و بس. دیوید تعجب کرد. حتی هریت حس کرد. یکی خورد و پرسید: مگر ما دیگر میخواستیم چه کار برایشان بکنیم؟ هریت گفت: نمیدانم. لحنش درمانده بود. بعد چرخید و به آغوشش رفت و دیوید او را که گریه میکرد به خود فشرد. هنوز هماغوشی را از سر نگرفته بودند، اما حالا هر دو سخت در فکر بودند. وقتی تا جایی که عقلشان قد میداد احتیاط کرده بودند، اما حالا همچون موجودی از راه رسیده. اگر یکی دیگر مثل او بیاید چی؟ خودداری از آموزش نه تنها فشاری به هر دو وارد می آورد، بلکه مانعی بود، چون مدام به آن دو یادآوری می کرد که چه چیز تهدیدشان می کند. بله، احساسشان این بود. بعد اتفاق تازه‌ای افتاد. درست پس از رفتن افراد خانواده و باز شدن مدرسه ها، پل به میل خودش به اتاق بن رفت. در میان بچه ها او بیشتر از همه از بن خوشش می آمد. هریت بچه ها را به مدرسه برده بود. دوروتی و آلیس که در آشپزخانه بودند جیغ و فریادهایی شنیدند. از پلکان بالا دویدند و دیدند پل دست لای نرده های تخت بن برده و بن دستش را گرفته بود و به نرده ها فشار میداد و بازویش را به عمد به طرف عقب خم می کرد. 2 زن پل را رها کردند. درد سر آن را به خود ندادند که بن را ملامت کنند، چون از شادی این موفقیت کبکش خروس می‌خواند. دست پل بدجوری در رفته بود. هیچ کس خوشش نمی آمد به بچه ها بگوید مواظب بن باشید. اما پس از حادثه بازوی پل دیگر نیازی نبود. آن شب بچه ها از آن اتفاق خبردار شدند، اما نه نگاهی به پدر و مادرشان کردند و نه به دوروتی و آلیس. حتی به هم نگاهی نکردند. سرها را پایین انداختند و ساکت ماندند. این واکنش به بزرگترها فهماند که تلقی بچه ها نسبت به بن تا کنون شکل گرفته است. درباره بن بحث کرده بودند و می‌دانستند چطور به او فکر کنند. لوک، هلن و جین ساکت به طبقه بالا رفتند و این لحظه ناگواری برای پدر و مادرشان بود. آلیس نگاهشان کرد و گفت: طفلکیا. دوروتی گفت: شرم‌آور است. هریت احساس کرد که این 2 زن، این 2 آدم مسن، خشن و سرد و گرم چشیده او را، هریت را، با توجه به تجربه فراوانشان از زندگی محکوم می کنند. به دیوید نگاه کرد و دید او هم همان احساس را دارد. محکومیت،
خردگیری و نفرت. ظاهراً بن سبب این احساسات شده بود و همه را واداشته بود تا آن را آفتابی کند. یک روز پس از این حادثه آلیس گفت حس می‌کند دیگر به وجودش در این خانه نیازی نیست. پس برمیگردد سر خانه زندگی خودش. مطمئن بود که دوروتی از پس کارها برمیآید. آخر جین حالا دیگر به مدرسه میرفت. قرار نبود جین امسال به مدرسه برود، بلکه میخواستند سال دیگر او را به یک مدرسه تمام وقت درست و حسابی بگذارند. اما او را زودتر به مدرسه فرستاده بودند، دقیقاً به خاطر بن، هرچند کسی آن را به زبان نیاورد. آلیس رفت و اشاره‌ای نکرد که به علت وجود بن می رود، اما به دوروتی گفته بود که بن مایه هراسش می شود و دوروتی هم به پدر و مادر بچه خبر داده بود. گفته بود لابد بچه را عوض کردند. دوروتی که همیشه منطقی، آرام و خونسرد بود به او خندیده بود. حالا می گفت آره، من بهش خندیدم. بعد با قیافه گرفته ولی چرا؟ دیوید و هریت با صدای آهسته و کم و بیش گناهکارانه و ناباور گفتگو کردند که انگار بن به آنها تحمیل کرده بود. این بچه هنوز 6 ماهش نشده بود، اما میخواست زندگی خانوادگی آنها را ویران کند. حالا هم داشت همین کار را میکرد. وقت غذا که بچه ها با بزرگترها پایین بودند، خلاصه در همه اوقات خانوادگی باید مطمئن میشدند که او در اتاق خودش است. حالا دیگر به مثل یک زندانی همیشه در اتاق خودش بود. در 9 ماهگی قدش از نرده‌های تخت بلندتر شد. هریت یک روز موقع افتادن او از بالای نرده‌ها سر رسید. یک تخت کوچک، تخت معمولی، در اتاقش گذاشتند. او با گرفتن دیوار یا صندلی راحت راه میرفت. هیچ وقت 4 دست و پا راه نرفت، بلکه صاف روی پا ایستاد. اسباب بازی در تمام اتاق پخش و پلا بود، یا بهتر بگوییم تکه هایی از آنها. با اینها بازی نمی کرد، بلکه آنقدر به کف اتاق یا دیوارها می کوبیدشان که می شکستند. روزی که به تنهایی بی آنکه به جایی دست بیاندازد سر پا ایستاد، غرش پیروزی سر داد. همه بچه ها معمولاً می خندند، شادی می کنند و می خواهند از بابت دستیابی به این لحظه دوستشان بدارند و تحسین و تمجیدشان کنند. این یکی نمی خواست. این پیروزی سردی بود و او تلو تلو خورد و چشمایش از پیروزی با شرف فراوان برق زد و در عین حال مادرش را نادیده گرفت. هریت اغلب از خود می پرسید این بچه وقتی به من نگاه می کند چه می بیند؟ هیچ چیز در تماس یا در نگاهش به نظر نمی رسید که بگوید این مادر من است. صبح کله سحر یکی از روزها چیزی هریت را به سرعت از رخت خواب به اتاق خواب بچه کشید و آنجا بن را دید که در چارچوب پنجره تعادل خود را حفظ کرده است. چارچوب بلند بود و خدا می‌داند چطور بچه به آنجا رسیده بود. پنجره باز بود، در یک آن ممکن بود بیفتد. بنابراین میله های سنگین کار گذاشتند و بین آنجا در چارچوب پنجره می ایستاد. میله ها را می گرفت و تکانشان می داد و دنیای بیرون را برانداز می کرد و فریادهای خشن و نخراشیده خود را سر می داد. در تمام تعطیلات کریسمس او را در همان اتاق نگه داشتند. فوق‌العاده بود که چطور دیگران با احتیاط می پرسیدند بن چطور است و می شنیدند حالش خوب است و دیگر ادامه نمی دادند. گاهی فریادی از بن به قدری بلند که به پایین برسد گفتگویی را قطع می کرد. بعد اخمی که هریت از آن می ترسید و منتظرش بود در چهرهشان پیدا می شد. می دانست این سرپوشی است بر تعبیر یا فکری که به زبان نمی آید. به این ترتیب خانه دیگر خانه سابق نبود. همه در فشار و نگرانی بودند. هریت می دانست وقتی خودش دم پرشان نیست گاهی قم و خویش‌ها بالا می روند تا بن را ببینند. بن کنجکاوی بیقرار و ترس آلودی در آنها برمیانگیخت. از طرز نگاهشان میفهمید که به دیدن بن رفتند. انگار که جنایتی کردم. از خودش آسی میشد. وقت زیادی صرف کرد تا خشم و خروش خود را مهار کند، اما انگار نمیتوانست جلوی آن را بگیرد. به نظرش میرسید حتی دیوید هم محکومش میکند. به او گفت به نظرم در زمان قدیم
در جوامع بدوی با زنهایی که موجودات عجیب و خلقه به دنیا می آوردند اینجوری رفتار می کردند. انگار که تقصیر او بوده است. اما ما انگار آدم‌های متمدنی هستیم. دیوید به همان شیوه صبور و مراقب که اخیراً با او رفتار می کرد گفت: تو در همیشه اغراق می کنی. این حرف خوبی برای این موقعیت است. تبریک می گویم. اغراق. دیوید با لحنی متفاوت و درمانده گفت: خداوندا، هریت، نگذار این کار را بکنیم. اگر ما کنار هم نایستیم پس. در عید پاک بود که آن دختر مدرسه‌ای بریجیت که برگشته بود تا ببیند این قلمرو معجزه آسای زندگی روزمره هنوز سر جایش هست یا نه پرسید: مشکلش چیه؟ منگول است؟ هریت گفت: به آن بیماری میگویند سندروم داون. حالا دیگر کسی به آن منگول نمیگوید. ولی نه، بن منگول نیست. پس مشکلش چیه؟ هریت به شوخی گفت: هیچی، اصلاً خودت میتوانی ببینی. بریجیت رفت و دیگر بر نگشت. باز تعطیلات تابستانی سال 1975 بود. مهمانها کمتر از همیشه بودند. بعضیشان نوشته یا تلفن کرده بودند که پول بلیت قطار یا بنزین برایشان سنگین است. دوروتی گفت: عذر و بهانه که قحط نیست. دیوید گفت: ولی روزگار سختی شده. آنقدر سخت نشده که نتوانند بیایند اینجا و چند هفته به خرج تو زندگی کنند. حالا دیگر بن از 1 سال گذشته بود. تا حالا 1 کلمه هم ادا نکرده بود، اما از باقی جهات وضعش عادی بود. حالا دیگر مشکل میشد او را توی اتاقش نگه داشت. بچه‌هایی که در باغ بازی می‌کردند فریادهای نخراشیده و خشمگین او را می‌شنیدند و می‌دیدند که در چارچوب پنجره ایستاده است و می‌کوشد میله‌ها را پس بزند. به این ترتیب از زندان کوچکش بیرون آمد و در طبقه پایین به دیگران پیوست. انگار می‌دانست باید شبیه آنها باشد. سر به زیر می‌ایستاد و نگاه می‌کرد که چطور همه دور میز بزرگ نشستند و می‌گویند و می‌خندند، یا در اتاق نشیمن نشستند و حرف می‌زنند و در همان حال بچه‌ها دوان دوان می‌روند و می‌آیند. چشم‌هایش از چهره‌ای به چهره دیگر می‌چرخید. به هر کس نگاه می‌کرد او از نگاه خیره‌اش خبردار می‌شد و از صحبت دست می‌کشید یا پشت می‌کرد و شانه می‌چرخاند تا او را نبیند. یک اتاق پر از جمعیت را فقط با حضورش ساکت می‌کرد یا می‌پراکند. هر کدام به بهانه‌ای در می‌رفتند. آخرهای تعطیلی یکی آمد و سگی 1 تریر کوچولو با خود آورد. بن از آن دست بر نمی داشت. هر جا که سگ می رفت بن دنبالش بود. نه نوازش می کرد و نه می زد. فقط می ایستاد و به آن خیره می شد. یک روز صبح که هریت برای آماده کردن صبحانه بچه‌ها پایین آمد، سگ را کف آشپزخانه دراز به دراز افتاده و مرده دید. سکته قلبی کرده بود. ناگهان زنین شد و دوان دوان رفت تا ببیند بن در اتاق خودش هست یا نه. بن روی تخت خود چنباتمه زده بود و هریت که وارد شد سر برداشت و خندید، اما به طرز خاص خودش بی صدا، مثل دندان نشان دادن جانوری. در اتاقش را باز کرده بود. بی سر و صدا از کنار اتاق پدر و مادرش گذشته بود. به طبقه پایین رفته بود. سگ را پیدا کرده و کشته بود و باز بی سر و صدا به اتاق خود برگشته و در را بسته بود. همه این کارها به تنهایی. هریت در را به روی او قفل کرد. اگر بتواند سگی را بکشد، از کجا که بچه‌ای را نکشد؟